با نام اورمزد بغ بزرگ بزرگترین بغان و با نام مهر آناهیت و اپام نبات. با نماز و درود به شنوندگان گرامی رادیو تیسفون در سراسر ایران شهر و جهان و اینک گزارش هفتگی از رویدادهای ایران و جهان در بازه زمانی 14 تا 21 مرداد 8583 زرتشتی برابر با 4 تا 11 اوت 2024 ترسایی و 1403 محمدی. خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در پیامی چنین اظهار نظر کرد: ترور ناجوانمردانه رئیس دفتر سیاسی حماس که توسط صهیونیست‌های غاصب با چراغ سبز امریکا به وقوع پیوست، بار دیگر ددمنشی رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت. رسانه باکویی مساوات وابسته به همسر علیوف در پیوند با ترور هنیه اظهار داشت که اسرائیل می‌تواند هر زمان که بخواهد رئیس جمهور ایران را با هلیکوپتر خود بکشد، مهمان بلندپایه رئیس جمهوری را بکشد و دانشمندان هسته‌ای ایران را نیز در ماشین‌های خودشان بکشد. محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نوشت: به فاصله چند ماه بعد از شهادت کاملا مشکوک ابراهیم ملت، اسماعیل امت را هم شهید کردند، اما این بار کاملا و بدون هر نوع شک و شبهه و در حالی که ایشان مهمان عزیز ما بود. جلیل محبی، چهره نزدیک به محمد باقر قالیباف، با انتشار تصویری از محمود احمدی نژاد در کنار شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پدر سوپر انقلابی ها، باورتان می شود جنایت اسرائیل را هنوز محکوم نکرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 3 خود در پیوند با ترور هنیه چنین گفت: به اطلاع عموم ملت ایران میرساند: 1. این اقدام با طراحی و اجرای رژیم صهیونیستی و حمایت دولت جنایتکار امریکا انجام شده است. 2. با توجه به تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده، این عملیات تروریستی با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی همراه با انفجار شدید از خارج محدوده استقراری اقامت میهمانمان صورت گرفته است. در پایان تأکید می شود خونخواهی شهید اسماعیل هنیه قطعی و رژیم ماجراجو و تروریست صهیونیستی پاسخ این جنایت که مجازات سخت است را در زمان، مکان و کیفیت مقتضا قاطعانه دریافت خواهد کرد. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، پیشبینی کرده که واکنش ایران به ترور رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران خسارت‌های سنگینی به اسرائیل وارد خواهد کرد. حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: قدم اول پاسخ نظامی در دفاع از تمامیت ارضی و حیثیت ایران است، مشروط بر اینکه در دام حاکمان اسرائیل نیفتیم و خواسته نتانیاهو که گسترش جنگ است محقق نشود. دومین اقدام ضروری در این برهه شناخت و رفع خلأهای امنیتی و اطلاعاتی است. باید بپذیریم ضعف‌هایی در سیستم اطلاعاتی ما وجود دارد که اسرائیلی‌ها تاکنون چندین بار توانستند از این نقطه ضعف‌ها استفاده کرده و به ما ضربه بزنند. پزشکیان با صدور حکمی علی طیب نیا را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. حسین طائب، فرمانده سابق اطلاعات سپاه، در خصوص پاسخ به ترور هنیه چنین گفت: هر دو جناح رژیم صهیونیستی میگویند رژیم اسرائیل 80 سالگی خود را نخواهد دید. عملیات طراحی شده برای خونخواهی اسماعیل هنیه جدید و غافلگیرانه خواهد بود.
الجزیره به نقل از یک منبع رسمی ایران چنین گفت: تهران 2 پیام را به وزیر خارجه اردن رساند، یکی به رهبری اردن و دیگری به آمریکا و اسرائیل. از سوی پذیرش عدم پاسخ یا پاسخ نمادین برای تهران دور از ذهن است و هر گونه پاسخی تند و دردناک خواهد بود. وال استریت ژورنال خبر داد که ایران درخواست‌های امریکا و اعراب برای تعدیل در پاسخ خود به اسرائیل را رد کرد. با رصدهای صورت گرفته بورس کشورهای مختلف به طرز عجیبی در حال ریزش است، به طوری که شاخص سهام نیکی ژاپن بیش از 4000 واحد کاهش یافت که بزرگترین افت در تاریخ آن است. روح الله قرهی مدیر حوزه علمیه امام مهدی گفت که سعید جلیلی و زاکانی مانند امام علی و امام مجتبی به دنبال مسئولیت نیستند. وی افزود قالیباف رأی انقلابی ها را شکست و ثبت نام ایشان در انتخابات نشانه عدم صداقت ایشان بود. روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی اعتراضی و انتقادآمیز نسبت به صدا و سیما نوشت: اخیراً در شبکه افق یک به اصطلاح کارشناس مدعی مذاکره دکتر روحانی رئیس جمهور دولت‌های 11 و 12 با یک اسرائیلی در سال 1392 شد، در حالی که در برابر تخریب‌های صورت گرفته در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری توسط 2 کاندیدای پوششی علیه دولت روحانی صدا و سیما حتی اجازه دفاع به او نداد. ادامه تخریب توسط رسانه ملی به معنای کوبیدن بر طبل تفرقه و ادامه بازی‌های جناحی است. روزنامه خراسان درباره چگونگی پاسخ به ترور هنیه گفت: همانطور که پاسخ موشک در سفارت موشکی بود، پاسخ به ترور حاج اسماعیل تروریست هموزن. در نتیجه باید هرچه زودتر محور مقاومت را از اعتیاد به موشک و پهپاد نجات داد و ظرفیت‌های جدید فرماندهان محور مقاومت را به نظاره نشست. همانطور که مقامات ایران تحریم را در برخی از حوزه‌ها تبدیل به فرصت کردند، این بار نیز باید ناامن کردن تل‌آویو را به یک هدف جدید تبدیل کنیم. اکسیوس و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که مقامات امنیت ملی آمریکا به بایدن و کامالا هریس گفتند که هنوز مشخص نیست ایران و حزب الله چه زمانی حمله تلافی جویانه را علیه اسرائیل انجام خواهند داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده از طریق کانال‌های دیپلماتیک از دیگر کشورها خواسته است که به ایران بگویند تشدید تنش در خاورمیانه به نفع آنها نیست. حسینی رئیس پلیس راهور در پاسخی به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پلیس راهور در زمینه کشف حجاب وظیفه‌ای دارد یا خیر گفت مقوله طرح عفاف و حجاب به تمامی یگانها و پلیس‌های تخصصی ابلاغ شده است و پلیس راهور هم در این زمینه مسئولیت دارد. علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی اظهار کرد راه اول جنگیدن است که مصلحت ما نیست، زیرا ما به دنبال جنگ نبوده و نیستیم. راه دوم تسلیم شدن است که این هم خط بطلانی بر تمام پیروزی‌ها و موفقیت‌ها می‌کشد. در نهایت راه سوم راهبرد مقاومت فعال است، زیرا راهبرد رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برای جهان اسلام و ملت‌های مسلمان همین راهبرد است. سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل درباره احتمال انصراف از واکنش به اسرائیل در صورت آتش‌بس گفت
تهران به صورت همزمان دو اولویت برقراری آتشبس پایدار در غزه و خروج اسرائیل از این سرزمین و همچنین مجازات متجاوز به خاطر ترور هنیه را دنبال می کند. به گزارش هیل، اقدامات اخیر ترامپ شامل دعوت از ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، نگرانی‌هایی در میان سناتورهای جمهوریخواه ایجاد کرده است. روابط نزدیک اوربان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و تلاش‌های او برای تضعیف حمایت ناتو از اوکراین به ویژه این سناتورها را نگران کرده است. انتخاب جی دی ونس، سناتور جمهوریخواه اوهایو، به عنوان معاون خود توسط ترامپ دغدغه‌های جمهوریخواهان را افزایش داده است. ونس که رویکرد انزواطلبانه به سیاست خارجی دارد، با اهدای کمک‌های نقدی و نظامی به اوکراین مخالفت کرده است و درباره حمایت امریکا از تایوان نیز ابراز تردید کرده است. کانال 12 اعلام کرد که اسرائیل برای هر گونه واکنش احتمالی ایران و حزب الله به ترور اسماعیل هنیه و فؤاد شکر همکنون در حال آماده باش کامل به سر میبرد. کانال 12 افزود جنگنده ها در حال افزایش عملیات گشتزنی هوایی خود در مرزها هستند و ده‌ها هواپیمای مسلح اضافی نیز برای دفاع و حمله در باند فرودگاه‌ها آماده پروازند. ارتش اسرائیل از کشته شدن محمد الجعبری، فرمانده یگان تسلیحاتی گروه فلسطینی جهاد اسلامی در غزه خبر داد. رسانه‌های وابسته به حماس اعلام کردند که یکی از فرماندهان این گروه در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در کرانه باختری کشته شد. خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که در پی بمباران خودرویی در طول کرم در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل 4 جسد دیگر نیز بیرون کشیده شد. طبق گفته منابع حماس، یکی از فرماندهان گردانهای القسام در طول کرم در بمباران خودروی فلسطینی حامل عوامل مسلح کشته شده است. شب چهارشنبه 17 مرداد گروه‌های راست افراطی برای تجمع در بیش از 100 منطقه از جمله در چندین نقطه لندن فراخوان داده بودند. دولت بریتانیا جلسه مدیریت بحران خود برای مقابله با شورش راستگرایان افراطی را پنجشنبه 18 مرداد برگزار کرد. کیر استارمر، نخست وزیر جدید بریتانیا، با هشدار به راستگرایان افراطی گفت که تعقیب و مجازات شدید در انتظار آشوبگران است. دادگاه‌های بریتانیا نیز برخی از متهمان به شورش را که به پلیس، مردم و اماکن حمله کرده یا با نفرت پراکنی در رسانه‌های اجتماعی دیگران را به خشونت تحریک می‌کردند، به زندان‌هایی از 2 تا 36 ماه محکوم کردند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، در پیامی انتصاب یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس را تبریک گفت و تأکید کرد مثل همیشه از هیچ کمکی به شما و سایر مجاهدان مقاوم دریغ نخواهیم کرد. شبکه 12 اسرائیل گفت ارزیابی‌ها در اسرائیل احتمال می‌دهد که ابتدا حزب الله و سپس ایران به اسرائیل حمله کنند. وزارت دفاع مسکو اعلام کرد که درگیری‌های سنگین در منطقه کورسک روسیه وارد سومین روز خود شده است و تلاش‌ها برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی ادامه دارد. روسیه میگوید که دست کم 1000 سرباز اوکراینی با پشتیبانی تانک‌ها و خودروهای زرهی روز سه‌شنبه از مرز عبور کردند. آندری بلوستوتسکی، معاون فرماندار کورسک، روز پنجشنبه گفت که
حدود 3000 نفر مجبور به تخلیه منطقه شدند، زیرا درگیری‌های نظامی ادامه دارد و دست کم تا کنون 4 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. ارتش اوکراین هنوز مستقیما در مورد این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است، اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدون اشاره به این حمله گفت همه می‌بینند که ارتش اوکراین چگونه قادر به غافلگیر کردن است تا به نتایج مورد نظرش برسد. میخائیل پودولیاک، دستیار قدیمی آقای زلنسکی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جنگ است با قوانین خاص خود، جایی که متجاوز به ناچار نتایج مربوط را درو می کند. علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران و شورای راهبردی روابط خارجی این کشور، انتخاب یحیی سنوار به عنوان رهبر سیاسی جدید حماس و جانشین اسماعیل هنیه را تبریک گفتند. در همین حال امیر قطر در سفری از پیش اعلام نشده به ترکیه رفته تا با اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کند. به نظر می رسد که ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران و سیاست‌های حماس در پی انتخاب یحیی سنوار به عنوان رهبر جدید این گروه، انگیزه اصلی مذاکرات رهبران ترکیه و قطر باشد. انتخاب آقای سنوار 61 ساله به عنوان رهبر سیاسی حماس در حالی صورت گرفته که او از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در انظار عمومی ظاهر نشده است. از یحیی سنوار که پیش از این رهبری حماس در غزه را بر عهده داشت، به عنوان یکی از چهره‌های تندرو این گروه نام برده می شود. شهردار شهر ناکازاکی ژاپن از تصمیم خود برای دعوت نکردن سفیر اسرائیل به مراسم 79مین سالگرد بمباران اتمی آن شهر دفاع کرد. شیرو سوزوکی گفت به دلایل امنیتی از جمله تظاهرات احتمالی چنین تصمیمی گرفت. او گفت که می‌خواهد فضای این مراسم مسالمت‌آمیز و باشکوه باشد. اظهارات آقای سوزوکی پس از آن بیان شد که سفرای چندین کشور غربی از جمله آمریکا و بریتانیا گفتند که در همبستگی با اسرائیل به رغم دعوت شدن در این مراسم شرکت نخواهند کرد. این مراسم قرار است روز آدینه 19 مرداد برگزار شود. به گزارش BBC، برنامه موسوم به پاداش عدالت در وزارت خارجه آمریکا با انتشار تصاویری از 6 مقام ارشد مرکز فرماندهی سپاه سایبری ایران 10 میلیون دلار جایزه برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به تعیین محل و افشای هویت آنها شود تعیین کرده است. حمیدرضا لشکریان، رئیس فرماندهی سایبری الکترونیکی سپاه و از اعضای نیروی قدس سپاه حمید همایون فال، مهدی لشکریان، میلاد منصوری، محمد امین صابریان، محمد باقر شیرینکار که همه از اعضای ارشد فرماندهی سایبری الکترونیکی سپاه پاسداران ایران هستند، در این فهرست قرار دارند. به دنبال انتشار ویدیویی از خشونت مأموران گشت حجاب که 2 دختر نوجوان را در تهران با کتک سوار خودرو پلیس می‌کنند، دادستانی نظامی گفته که در این باره پرونده‌ای تشکیل داده است. مادر یکی از دختران نوجوان گفته است که دخترش را با صورت زخمی و گردن کبود تحویل گرفته و بعد از 1 ماه پیگیری هنوز پاسخی دریافت نکرده است. خیلی ها از مسعود پزشکیان طبق وعده اش در انتخابات ریاست جمهوری انتظار داشتند که گشت ارشاد را جمع‌آوری کند، اما این اتفاق رخ نداده است. عربستان سعودی اعلام کرد که ترور اسماعیل هنیه در تهران نقض آشکار حاکمیت ایران بوده است. این موضوع توسط معاون وزیر امور خارجه سعودی
در جلسه فوق‌العاده اعضای سازمان همکاری اسلامی بیان شد و اولین واکنش رسمی این کشور به ترور هنیه است که هفته گذشته در تهران صورت گرفت. پایگاه میدل ایست آی گزارش داده مأموران اطلاعات نظامی روسیه برای کمک به انصارالله یمن جهت هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ در یمن مستقر شدند. یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور معتقدند که نیروهای اطلاعات نظامی GRU روسیه در حال انجام فعالیت‌های مستشاری در مناطق تحت کنترل انصارالله یمن هستند. به ادعای این مقام ماهیت دقیق نقش روسیه هنوز کاملا روشن نیست، اما مأموران GRU الان چند ماه است که در حال ارائه خدمات مستشاری به یمنی‌ها هستند. طبق نظرسنجی آسوشییتد پرس و مرکز تحقیقات عمومی نورک، فقط 31% از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی به طور کامل از توانایی‌های سرویس مخفی آمریکا برای محافظت از نامزدهای سیاسی حمایت کردند. مسئول شورای انتخابات ملی ونزوئلا با تایید پیروزی مادورو در انتخابات این کشور اعلام کرد که از مجموع 96.87% آرای شمارش شده 6,408,844 رای به مادورو و 5,326,104 رای برابر با 43.18% به رقیب او ادموندو گونزالس اختصاص داشته است. با وجود شکست گونزالس در انتخابات، وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رهبر مخالفان ونزوئلا پیروزی او را تبریک گفت. آژانس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای سازمان ملل متحد در گزارشی گفت که از زمان آغاز جنگ غزه 2/3 ساختمان‌های موجود در غزه به طور کامل ویران یا دچار خسارت شده‌اند. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفت که ایالات متحده، ایلان ماسک، رئیس جمهور آرژانتین و دیگر فاشیست‌های دست راستی در تدارک برای سازماندهی کودتا هستند. به گفته وزیر خارجه سوئد، در پی نگرانی از گسترش جنگ غزه به دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا، سفارتخانه این کشور اروپایی در بیروت تعطیل می شود. جان مرشایمر، تحلیلگر و نظریه پرداز شناخته شده روابط بین الملل در خصوص جنگ غزه و اسرائیل گفت لابی اسرائیل کنگره امریکا را در اختیار دارد و میتواند تقریباً هر چیزی که میخواهند را به دست آورند. واقعیت این است که این موضوع باعث شرمساری بسیار ایالات متحده در دنیا می شود و ما را به بزرگترین ریاکار جهان تبدیل می کند. نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است. او رهبری است که مسئول یک کمپین نسل‌کشی در غزه است که توسط بیشتر اعضای کنگره تشویق می شود و این به شهرت امریکا آسیب بزرگی وارد می کند. آنچه نتانیاهو با آن علاقه دارد پاکسازی قومی غزه است. او می خواهد همه فلسطینی ها را بیرون کند. سازمان اطلاعات دفاعی انگلیس مدعی شده است که طی 2 ماه گذشته تعداد کشته و زخمی شدگان ارتش روسیه در جنگ اوکراین از میانگین 1262 نفر در روز به 1140 نفر کاهش پیدا کرده است. اما به ادعای ارتش اوکراین تعداد کشته شدگان افزایش یافته است. سازمان اطلاعات دفاعی انگلیس مدعی شده است که به دلیل ادامه عملیات‌های روسیه این آمار طی ماه اوت نیز بالاتر از 1000 نفر در روز باقی بماند.
وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که 28 هواپیمای نظامی چین از جمله جت‌های G-16 و هواپیماهای ضد زیردریایی KG-500 را شناسایی کرده است. حزب الله اعلام کرد که مقر نظامی العاصی در شمال فلسطین یک ساختمان را که نظامیان اسرائیلی از آن در شهرک میتات استفاده می‌کردند و چند ساختمان که نیروهای اسرائیلی در شهرک آویوم از آن استفاده می‌کردند توسط نیروهای مقاومت هدف قرار گرفتند. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفت که بریکس در حال ایجاد سیستم چند ارزی و همچنین جایگزینی برای سویفت است که ونزوئلا هم به آنها وارد شده و پیشنهاداتی را در زمینه تجارت از این گروه دریافت کرده است. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر امروز شنبه با عبدالله بوحبیب همتای لبنانی خود تلفنی گفتگو کرد و حمایت و پشتیبانی مصر از کشور برادر لبنان در مقابله با تهدیدهایی که با آن روبروست را اعلام کرد. ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی در مورد اعتراضات ضد مهاجرتی گسترده در بریتانیا که اخیراً به سمت خشونت کشیده شده‌اند، عنوان کرد که بریتانیا در خطر سقوط به سمت یک جنگ داخلی است. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داد که پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپاد آمریکایی MQ-9 را با یک موشک زمین به هوا در سعده سرنگون کرده است. وی افزود که این هفتمین پهپاد آمریکایی است که با آغاز عملیات‌های حمایتی خود از غزه سرنگون کرده ایم. در ادامه مرحله چهارم تنش، نیروی دریایی و موشکی نیروهای مسلح یمن در یک عملیات مشترک کشتی گروتون را در خلیج عدن هدف قرار داد. این عملیات با چند فروند موشک بالستیک انجام شده است. مالک این کشتی ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرده بود و به همین دلیل هدف قرار گرفت. طبق نتایج یک نظرسنجی جدید، دونالد ترامپ و کامالا هریس رقابتی شانه به شانه بر سر کسب ریاست جمهوری امریکا دارند و نامزد دموکرات‌ها تنها 1% بر رقیب جمهوری خواهش برتری کسب کرده است. روزنامه‌نگار و تحلیلگر امریکایی نیت سیلور با بررسی نتایج نظرسنجی‌های انجام شده از پیشتازی کامالا هریس نامزد حزب دموکرات نسبت به دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه خبر داد. طبق آمار به دست آمده از مدل سیلور، درصد پیروزی هریس در انتخابات 50.5% برآورده شده است. حالانکه شانس پیروزی ترامپ 48.8% عنوان شده است. بر اساس اکثر نظرسنجی‌ها، کامالا هریس از زمانی که کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری را از جو بایدن تحویل گرفته است، از پیشتازی دونالد ترامپ کاسته است. جدیدترین نظرسنجی مورنینگ کانسالت هم نشان می‌دهد هریس با 4 امتیاز از ترامپ پیشی گرفته است که رکورد بالاتری برای این نامزد ریاست جمهوری دموکرات در نزدیک به 1 سال گذشته است. رابرت اف کندی جونیور، نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بار دیگر مسئله ابتلای دونالد ترامپ به اختلالات شخصیتی را در مرکز توجه قرار داد. این سیاستمدار که برادرزاده رئیس جمهور اسبق ایالات متحده جان اف کندی است، از دونالد ترامپ به عنوان یک انسان وحشتناک، بدترین رئیس جمهور و احتمالاً شخصیت جامعه ستیز یاد کرده است. به گزارش اسپوتنیک روسیه، ترامپ در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه انجام داد تصریح کرد
اوکراین همواره به عنوان کشوری بسیار فاسد شناخته شده است. من فکر می‌کنم مردم اوکراین بزرگ هستند، اما کشوری بسیار فاسد بوده است. یورونیوز خبر داد تیمی از باستانشناسان در دانشگاه میشیگان آمریکا سکه‌هایی از طلا متعلق به دوران امپراتوری ایران باستان را در یک گلدان کوچک در شهر باستانی نوتیون در غرب ترکیه کشف کردند. این گنجینه در گوشه اتاقی در بنای مدفون در زیر یک خانه مربوط به عصر هلنیستی پیدا شده است. محققان تصور می‌کنند این سکه‌ها برای نگهداری در آنجا ذخیره شده بودند، ولی به دلایلی هرگز از محل خود برداشته نشدند. باستانشناسان میگویند قدمت این سکه‌های عصر هخامنشی به قرن پنجم قبل از میلاد میرسد. کریستوفر رات، باستانشناس و استاد مطالعات کلاسیک در دانشگاه میشیگان، در این باره گفت روی این سکه‌ها طرح یک کماندار زانو زده دیده می شود که مشخصه سکه دریک امپراتوری ایران است. این سکه احتمالاً در سارت در حدود 100 کیلومتری شمال شرقی نوتیون ضرب شده است. به گزارش یورونیوز، کارلز پوچدمون، رهبر جدایی طلبان کاتالونیای اسپانیا، اعلام کرد که قصد دارد به اسپانیا بازگردد. کارلز پوچدمون پس از ناکامی در تلاش برای استقلال کاتالونیا در پی صدور حکم پیگرد قانونی علیه او و دیگر رهبران جدایی طلب از سوی دستگاه قضایی اسپانیا در سال 2017 از این کشور گریخت و اکنون در تبعید زندگی می کند. یورونیوز در ادامه خبر داد که بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، در اظهاراتی بحث برانگیز اعلام کرد که مادامی که گروگانهای اسرائیلی آزاد نشدند، سیاست گرسنگی دادن به 2 میلیون نفر از ساکنان غزه میتواند پاسخی موجه و اخلاقی باشد. منتها تنها مانع از نظر او این است که هیچ کس در جهان به اسرائیل اجازه این کار را نمیدهد. این وزیر اسرائیلی که دارای عقاید راست افراطی است، در سخنرانی روز دوشنبه خود در یک کنفرانس با نام مسئولیت پذیری ملی در شهرکی به نام یاد بنیامین گفت که اسرائیل باید کنترل توزیع کمک‌های بشردوستانه در داخل باریکه غزه را به دست گیرد. او همچنین مدعی شد که گروه فلسطینی حماس همچنان کنترل این شریان‌های توزیع را در دست دارد. پس از آنکه ایلان ماسک، میلیاردر امریکایی، اقدام به انتشار مجموعه‌ای از پست‌ها در شبکه ایکس کرد که به گفته مقامات بریتانیا خطر شعله‌ور کردن ناآرامی‌های خشونت‌آمیز این کشور را در پی دارد، لندن از او خواست که مسئولانه عمل کند. ایلان ماسک در واکنش به اعتراضات گروه‌های راست افراطی در بریتانیا در یک پست نوشت که در این کشور جنگ داخلی اجتناب ناپذیر است. او در پست‌های دیگری نیز نوشت که سیستم قضایی بریتانیا با مسلمانان ملایم‌تر از فعالان راست افراطی رفتار می‌کند و حتی چگونگی رفتار بریتانیا با کاربران در شبکه‌های اجتماعی را با سرکوب‌ها در دوران اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد. نشریه نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی گزارش داد که روسیه تحویل تجهیزات پدافند هوایی و راداری پیشرفته خود را به ایران آغاز کرده است. برخی از این تجهیزات به دنبال درخواست ایران از کرملین و شرایط میزبانی رئیس جمهوری ایران از سرگئی شویگو، رئیس شورای امنیت روسیه، صورت گرفته است. در این دیدار که در 5 ماه اوت صورت گرفت، شویگو به رسانه دولتی ایران گفت که مسکو آماده همکاری کامل با ایران در مورد مسائل منطقه‌ای است. سرلشکر محمد باقری نیز متقابلاً به روابط عمیق بلند مدت و استراتژیک بین ایران و روسیه اشاره کرد.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور، روز سه‌شنبه 16 مرداد تیم والز، فرماندار ایالت مینیسوتا را به عنوان کاندیدای معاونت ریاست جمهوری انتخاب کرد. همزمان با تشدید نگرانی‌ها در خصوص دست زدن ایران به اقدامی تلافی جویانه در واکنش به ترور منسوب به اسرائیل در تهران، بهای هر بشکه نفت پایه برنت دریای شمال ظهر پنجشنبه تا $78.40 بالا رفت. این در حالی بود که قیمت هر بشکه نفت برنت روز سه‌شنبه و با پدیدار شدن شواهد اولیه در خصوص پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک به منظور کاهش تنش در خاورمیانه تا $76.30 کاهش یافته بود که پایین ترین حد در 8 ماه گذشته به شمار می رفت. به دنبال به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط نروژ در 28 مه 2024، اسرائیل اعتبارنامه دیپلمات‌های نروژ در کرانه باختری که با تشکیلات خودگردان فلسطینی در ارتباط هستند را لغو کرد. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که این اقدام در واکنش به طیف وسیعی از اقدام‌های ضد اسرائیلی توسط دولت نروژ انجام شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پنجشنبه 18 مرداد اعلام کرد که تا دستیابی به پیروزی قاطع بر جنبش حماس به نبرد خود در غزه ادامه خواهد داد، به طوری که پس از پایان درگیری‌ها این گروه دیگر تهدیدی علیه اسرائیل ایجاد نکند. نتانیاهو به مجله آمریکایی تایم گفت اسرائیل نه تنها با حماس بلکه با یک محور یکپارچه ایران مواجه است. به نقل از عربیه، گروه شبه نظامیان حوثی پنجشنبه 18 مرداد اعلام کرد که ایالات متحده و بریتانیا حملات جدیدی را به پایگاه‌های نظامی این گروه در استان ساحلی الحدیده در غرب یمن آغاز کردند. شبکه ماهواره‌ای المسیره وابسته به حوثی‌ها در گزارشی کوتاه اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکایی، بریتانیایی 2 حمله به منطقه الجبانه، منطقه نظامی در غرب شهر الحدیده انجام دادند. ارتش اسرائیل در 20 ژوئیه، یک روز پس از آنکه این شبه نظامیان یمنی مورد حمایت ایران مسئولیت حمله با پهپادهای انفجاری به تل‌آویو که به کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد را بر عهده گرفتند، برای اولین بار بندر الحدیده تحت کنترل حوثی‌ها را به شدت بمباران کرد. نشریه وال استریت ژورنال خبر داد واشنگتن در پیامی که به طور مستقیم و از طریق میانجیگران ابلاغ شد به تهران هشدار داد که اگر حمله بزرگی به اسرائیل انجام دهد، پاسخ نظامی قوی از سوی تل‌آویو دریافت خواهد کرد به نحوی که حکومت ایران و اقتصاد آن به شدت دچار آسیب خواهد شد. رئیس انجمن دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی تهران گفت در حال حاضر هزینه سفر به ترکیه حدود 20 میلیون است که از بسیاری از سفرهای داخلی کمتر و عملاً در قیاس با کشورهای همسایه نیز کمتر است. امروز ترکیه تمام گردشگران ایرانی و خارجی را به خود جذب کرده و ما عملاً در حوزه گردشگری حرفی برای گفتن نداریم و گردشگران انگشت شماری از ایران بازدید می‌کنند. افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون، به خاطر حضور بدون حجاب به 2.5 میلیون تومان جزای نقدی و 18 ماه ممنوع الخروجی محکوم شد.
محمد رضا اعتصام، یکی از وکلای افسانه بایگان، از صدور حکم محکومیت او در دادگاه به خاطر برداشتن حجاب اجباری و با عنوان اتهام انتشار تصاویر مبتذل خبر داد. همزمان با اعتراضات گسترده به کشته شدن مهسا امینی در سال 1401، افسانه بایگان هم مانند بسیاری از سینماگران زن ایرانی در حمایت از معترضین عکسی بدون حجاب از خود منتشر کرد. بعداً اعلام شد که برای او به دلیل کشف حجاب پرونده قضایی تشکیل شده است. با امید بازگشت به تیزپون و به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها، با ایران، در ایران، برای ایران. قباد آذربهرام.